های گذشته اخبار جنجالی عجیب و همچنین ویدیوهای عجیبی درباره دروک و آسیه در فضای مجازی منتشر شده است. بر طبق این اخبار و ویدیوها اعلام شده که بازیگران نقش‌های دروک و آسیه یعنی اونور سیدیاران و سو برج یزغی خانواده‌هایشان را در زلزله اخیر ترکیه از دست دادند و عزادار مرگ آنها هستند. در این اخبار و ویدیوها همچنین اعلام شده که جنازه خانواده‌های آنها هنوز پیدا نشده و این دو در به در به دنبال یافتن جنازه خانواده خود هستند. همچنین اعلام شده که بسیاری از هنرمندان ترکیه نیز برای آنها پیام‌های تسلیت فرستاده و این ضایعه را به آنها تسلیت گفتند. اما بهتر است که بدانید همه این اخبار و ویدیوها دروغ است و خانواده دروک و آسیه در زلزله اخیر ترکیه هیچ آسیبی ندیدند و همه اینها خبرهای دروغ و غیر واقعی است. تعطیلی چند هفته‌ای سریال نیز به خاطر عزای عمومی در کشور ترکیه و جمع‌آوری کمک‌های مردمی به زلزله زدگان است. حتی طی روزهای گذشته بازیگران سریال خواهران و برادران و به ویژه بازیگران آسیه و دروک به جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان پرداختند. همچنین اعلام شده که فیلمبرداری سریال شروع شده و از هفته بعد پخش سریال از سر گرفته می شود. به این ترتیب اخبار و ویدیوهای مرگ خانواده‌های دروک و آسیه در زلزله ترکیه کاملا دروغ و غیر واقعی است و خانواده آنها هیچ آسیبی در زلزله ندیدند و در صحت و سلامتی کامل هستند.